محمد عابد سندی رو در واقع بزرگ دونستن و از ایشون به عنوان یک شخص عالم و فقیه و محدث یاد کردن و ایشون رو در واقع در موردشون ثنا کردن و خیلی تاییدشون کردن. اگر ما از یک عالمی دلیل بیاریم و نشناسیمش به دردمون نمیخوره، چون نمیدونیم کی داره میگه. باید بدونیم که زمانی ما یه حدیث رو نقل میکنیم اونو داره چه کسی میگه. تو بچه این حرفمو شما چون طرف مقابلتون شدیداً آموزش دیده است، از زیر دست در واقع سرویس های امنیتی دولت های مختلف از جمله موساد و حالا CIA و امثالهم، شما باید کاملا آماده باشید. وقتی میگن آقا این کیه، شما باید بگی اینو فلانی 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 تایید کرده تا نتونه حرف بزنه. پس چی شد دوستان؟ اولین کسی که اینو تایید کرده یکی از کسایی که خیلی اینو قبولش دارن، علامه مفسر آلوسی کبیر شهاب الدین محمود بن عبدالله صاحب روح المعانی متوفای 1270. و بعدش ایشون میگن که و من کلامه تنویر الابصار و درور المختار. اول تعلیفات ایشون رو میگن و بعد میگن که ایشون باقی مانده و شبیه ترین فرد در زمان ما به امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، یعنی در فی عصره، یعنی در عصر 1200 سده 12، یعنی دیگه بهتر از ایشون نبوده که در واقع ملک پاشا ایشون میاره رئیس علمای مدینه میکنه. یعنی هر چی آدم در دهه 200 بوده کمتر از ایشون بودن، البته به کعبایی که اینجا داره زده میشه. يقول العلامة المحدث شيخ إبراهيم بن عبد الله حوثي رحمة الله عليه تعالى في تغريد الكتاب منحة الباري، وذلك 1221 هجری قمری بود کردن علامه حوثی. ایشون در مورد حضرت محمد عابد سندی چی میگن؟ میفرمایند که و من جمله فإن هذا المؤلف، میگه این مؤلف از تألیفاتش مشخصه که در واقع حافظ سنت نبوی بوده و در واقع احادیث نبوی در قلبش و ملکه ذهنش شد، در قلبش رسوخ کرده بوده و ملکه ذهنش شده بوده. و میگه که ایشون از خانه است که در واقع از اهل بیتی است که مشهور به فضل. حضرت ابو ایوب انصاری میگه معمور بالفضل فهو من بیت مشهور بالفضل معمور بالفضل، إذ هو من ذرية أبي أيوب الأنصاري رحمة الله عليه. میگه این از ذریه ابو ایوب انصاریه و میگه که ایشون از علما و فقهای زمان خودشون بودن. و بعد باز هم یقول الشیخ لطف الله ابن احمد جحاف رحمة الله عليه متوفای 1243 میگه و هو شیخ الهمام، میگه او شیخ همام بود. بقیت السلف آخری در واقع اون از باقی مانده سلف بود. و قرة الخلف علامه محمد عابد بن احمد علی سندی رحمت الله علیه. ای در مورد آقای علامه جحاف در مورد امام محمد عابد سندی همچین حرفی میزنه. یقول الشیخ عبدالله سراج رئیس علمای مکه مکرمه در سال 1246، یعنی علمای مکه، رئیس علمای مکه مکرمه شیخ محمد عابد سندی رو تایید کرده بودن. هو الامام، هو العالم، علامه، قدوة الفهامة، خاتمة المحققين في زمانه، وعمدة المدققين في أسره وأوانه، وفخر العلماء الراسخين، ونخبة الفضلاء فضلاء المقدسين، الأستاذ الكامل والمسند واصل، الفقيه المحدث الحافظ المتكلم محمد عابد سندی. اینو چه کسی داره میگه؟ اینو رئیس علمای مکه مکرمه داره میگه. ما نمیتونیم مثلا بگیم که حضرت شیخ محمد عابد سندی حالا تو زمان خودش یه آدمی بوده که نوادری داشته، نه، همه زیر چتر ایشون بودن، همه زیر سیطره علوم ایشون بودن. خب و باز هم داریم یقول الشیخ محمد بن یحیی ترحتی یا ترحتی، نمیدونم حالا تلفظ چطوریه، متوفای 1293 میفرمایند که هو قدوة الحافظ محدث
الإمام المسلمين والناسية الفقهاء والمحدثين العالم الجامع والفاضل البارع والفقيه المتبحر متبحر الفتن الشيخ محمد عابد سندی يقول حالا این نفر بعدی رو میگم. علامه طرحتی هم در مورد ایشون چی میگه؟ میگه قدوة الحافظ حجة المتقن محدث الامام المسلمين ناسية الفقهاء المحدثين العالم الجامع الفاضل البارع الفقيه المتبحر، یه همچین چیزایی داره میگه. و باز هم میگه، سریعتر میگم که فقط میخوام بشناسین. يقول الشيخ شوكاني، علامه شوکانی که الحمدلله والمنه همتون میشناسین، ایشون میگن که له يد في علم الطب ومعرفة متقنه بالنحو والصرف وفقه حنيفة وأصوله ومشاركة في سائر العلوم وفهم صحيح السريع. یعنی چی؟ یعنی این که میگه ایشون در علوم طبابت هم در واقع یک دستی داشتن و در واقع و معرفت متقن بالنحو و صرف از علوم نحو و صرف هم در واقع عالم بودن و فقه حنیفه و به فقه امام ابو حنیفه و اصوله و به اصول امام ابو حنیفه و مشارکتی فی سایر العلوم و در سایر علوم هم ایشون سرآمد علمای عصر خودشون بودن و فهم صحیح السریع و در واقع فهم کاملا صحیح و سریع و واضح و چکیده داشتن بدون شبهه. يقول العلامة عبد الحي كتاني متوفى 1382 هو محدث الحجاز ومسنده العالم الجامع المحدث الحافظ الفقيه المتبحر الزاهد في الدنيا وزخارفها محيي السنن حين إفت رسومها وهجرت علومها. محيي السنن حين عفت رسومها و حجرت علومها. معنیش چیه؟ میگه محیی سنن، زنده کننده سنت پیامبر. خیلی حرف دوستان. میگه ایشون در واقع عالم جامع بود، محدث بود، حافظ بود، فقیه بود، متبحر بود، زاهد فی الدنیا و زخارفها بود، محیی سنن بود. همچین حرفی داره میزنه. و اگه بخوام من تعلیفات ایشون رو بگم خیلی زیاده، خیلی نزدیک چند ده تعلیف، نزدیک 100 تعلیف دارن ایشون که فقط 32 تا اینجا نام برده. اما حالا ما این همه حرف زدیم، این همه در واقع در مورد ایشون صحبت کردیم. حالا میخوایم ببینیم که ایشون نظرشون در مورد یک مسئله کاملا شبهناک و در واقع بین علما بسیار بحث میشه، بین عوام هم بسیار بحث میشه. موضوع اینه که حق اینه که امروز قراره که ما در این CD ها هر هفته در نماز جمعه یک سری CD هایی بهتون تقدیم کنیم که داخل هر CD ما یه سری در واقع مباحثی گفتیم، یه سری صحبت هایی کردیم که هیچ کس نمیتونه رد کنه اونو، نمیتونه بهش بگه کافر مشرک، چون دلیل داره. چرا؟ قبل از اینکه شروع کنم اینم بگم حضرت محمد عابد سندی استاد بانی و بنیانگذار دارالعلوم دیوبند یعنی حضرت رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه بوده. چطور؟ چون رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه شاگرد استاد شیخ عبدالغنی دهلویه. عبدالغنی دهلوی شاگرد مستقیم حضرت شیخ محمد عابد سندیه. شیخ عبدالغنی دهلوی در کتاب خودشون در شرح ابن ماجه میگن که استاد من فلان بود، کلی تعریف میکنه از استادش و میگه من عقیده اونو قبول دارم و فلان. اگر عقیده عبدالغنی دهلوی عقیده شیخ محمد عابد سندی قبول داره، رشید احمد گنگوهی هم شاگرد ایشونه. دیوبند هم که ایشون مؤسس دیوبنده. خب چطور شما خودتون رو دیوبندی میدونین در حالی که اینجا در واقع استادای شما دارن این حرفو میزنن؟ ما در هر CD یک نکته امیدوارم که در واقع درک کنیم، چون خیلی مفاهیم زیاده، باید هر بحثو به صورت خوب، عالی، بجای در واقع متوجه بشین. ایشون در این کتاب میفرمایند که در صفحه التواصل انواعه و احکامه، صفحه 56 اگر اشتباه نکنم، ایشون میفرمایند
در صفحه 56 میفرماید و یستفادته من هذه الآثار جواز نداء للميت بعد موته قریبا کان منه او بعیدا عنه. همونطور که خودتون هم دارین الان میبینین، ببینید چی داره میگه، یکی یکی. و یستفادته خب من هذه الآثار، کدوم آثار؟ اون احادیثی که بالاشه. نداء للمیت یعنی چی؟ ندا کردن میت بعد موته، بعد از مرگش، قریبا کان منه، چه نزدیک باشد، او بعیدا عنه، چه دور باشد. میگه جایزه و بعدش در ادامه میگه که آقا ما همونطور که در تشهد السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته میگیم، فإن میگه از این السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته هم استنباط میکنن ایشون، میگن که آقا از این حرف نداست، ما داریم از دور پیامبر رو مخاطب قرار میدیم. خب اگر از دور میتونیم اینجا مخاطب قرار بدیم، چرا نتونیم در واقع کلام مخاطب قرار بدیم و بگیم یا رسول الله مدد؟ این حرفو بزنیم و عقیدمون چی باشه؟ عقیدمون باشه که داریم تفضل میکنیم یا شفاعت طلب میکنیم یا ایشونو در واقع واسطه میکنیم. دوستان عزیز، اگر کسی بخواهد بگوید حضرت شیخ محمد عابد سندی، میخواد چی بگن؟ میخواد بگن مشرک بوده. خب استاد رشید احمد گنگوهی بوده. اگر استاد رشید احمد گنگوهیه، چطور میتونن بگن که استاد رشید احمد گنگوهی مشرک بوده؟ خب مشرک به یک مسلمون درس داده، بعد اون مسلمون بنیانگذار دیوبند شده، بعد شاگرد اون مشرک بنیانگذار دیوبند شده. نعوذ بالله، استغفر الله، زبانم لال. چی میخوان بگن؟ در مورد شوکانی چی میگن تایید کرده؟ در مورد آلوسی چی میخوان بگن؟ اینجا داره صراحتا میگه آقا جواز نداء للمیت بعد موته قریبا کان منه او بعیدا عنه. هیچ کسی هم نمیتونه بهشون شبهه وارد کنه. الان واسه ما میخوان از کی دلیل بیارن؟ واسه ما میخوان از کسی دلیل بیارن. مثلا رشید احمد گنگوهی گفته که آقا فلان، ایشون درجهش از رشید احمد گنگوهی بالاتره. کی در مورد رشید احمد گنگوهی اینقدر در واقع کسانی مثل آلوسی، مثل شوکانی، میدونین کیان شوکانی، آلوسی که خودتون میشناسین، صاحب روح المعانیه. تفسیر روح المعانی تو کل دنیا داره دست به دست میشه. صاحب تفسیر روح المعانی داره تاییدش میکنه، میگه این قدوة الفهامه. دیگه چی میخواین؟ پس این در واقع اولین، والا مزاح میکنم زیاد چیز نکنین، این اولین تیر سرکش در مورد ندای غایب از نزدیک و دور. هر کسی بخواد ایشون رو رد کنه، انگار این چند علمایی که نام بردم اونا رو رد کرده، یا علامه شیخ عبدالغنی دهلوی رئیس استاد رشید احمد گنگوهی رو در واقع نهی کرده. نمیتونن بگن نوادر. چرا؟ چون در مورد این کتاب شیخ عبدالغنی دهلوی اسم برده، گفته استاد من یه همچین کتابی داره به نام جواز استغاثه و توسل. نمیتونن نهی کنن. اگر نوادر بود که ذکر نمیکرد شیخ عبدالغنی دهلوی، چون اینا الان شیخ عبدالغنی دهلوی رو قبول دارن. نه، اگر بخوایم خیلی تون بریم، همونطور که یکی از عزیزان در مناظره با استاد قربانپور فرمودن که در مورد مسلمان بودن ابن سینا و مسلمان نبودن ابن سینا، حضرت استاد علامه فقیه النفس استاد قربانپور فرمودن که مولا دعوانی گفتن که آره ابن سینا مسلمانه. بعد اون استادی که من مد نظرم خودتون میدونید، ایشون گفتن آقا خب مولا علی قاری هم گفته کافره، مولا علی قاری هم گفته آقا این مسلمان نیست. خب بعد استاد قربانپور گفت بابا خب شما مقام مولا دعوانی رو میدونید چیه، چقدر بالاست؟ ایشون هم جواب دادن، گفتن آقا منظور من اینه که منم میخوام بگم منم حرفم از روی بی سندی نیست، از روی بی مدرکی حرف نمیزنم، دارم از روی مدرک میگم. آره شاید از دلیل شما ضعیف‌تر باشه، اما بالاخره ما هم داریم از روی کتاب دلیل میاریم میگیم، از خودمون نمیگیم. خب طبق عمل کرده ایشون آقا فوقش بخواد بره، خیلی بخواد بره، که البته در جلسات بعد من از 40 دارالافتای جهان، کسایی که همین الان زندن میتونین زنگ بزنین دارالفتاشون بپرسین، براتون نقل میارم، عبارت میارم که روح اولیاء الله آزاد داره میچرخه و میتونیم ازش کمک بگیریم. خب و از رسول اکرم از دور میتونیم کمک و ازشون مدد بخوایم. بچه‌ین پس منتظر
جلسات بعدی ما باشید. امیدوارم که از این ویدیو در واقع لذت برده باشید و اینم بدونید که دوستان هر آنچه که این در واقع این نوار کاست‌ها رو خرید میکنید هزینه این به کمک شما انشالله به طلبه های در واقع تعلق خواهد داشت که مشکلات دنیوی دارن، حالا یا پدر مادر یتیم موندن، پدر ندارن، مادرشون تو خونه تنهاست، باید خرج و مخارج اونو بدن، تو مدرسه تو حوزه نمیتونن قشنگ فکرشون رو کامل روی کتاب بذارن و هی تو قصن که برن آقا من زمین باید بکارم، فلانی باید آب یاری کنم، برای اونا میخوایم این پولو هزینه کنیم. امیدوارم که در واقع از این CD ها حمایت کنید. ما با سند و مدرک حرف میزنیم، اول از حوزه های سمت قره‌بولاق شروع میکنیم، بعد میایم سمت پایین انشالله تعالی. امیدوارم که در واقع این CD ها رو نشر بدین و اینکه مهم اینه حلال نیست که کسی این CD رو با کپی بگیره، حلال نیست، حرام. آقا تو استفاده کن، مشکل میخوای استفاده کنی کپی کنی به این اون مشکلی نیست، اما حرامه، صاحب امتیازش منم دیگه، حرامه آقا، حرام. ما این کارا رو داریم میکنیم برای دفاع از منهج اولا بخارا، دوما حضرت استاد رکن الدین یار محمد آخوند نظری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.